دل شکسته، از که دلت شکسته، خودت نمیبینی ولی غم تو نگات نشسته. آدم دل شکسته، از که دلش شکسته، خودش نمیبینه ولی غم تو نگاش نشسته. فقط یه بار تو زندگی از راه برگشتت نترس، آرزوهاتو حبس نکن تو حجم خالی قفس. ابرای آسمون تو بیشتر از این تیره نبین، غصه بیهوده نخور دلت میگیره نازنین. شب یه بار تو زندگی دریا رو تنهایی برو، درد دلاتو خالی کن میشنوه حرفای تو رو. شب یه بار ای بیقرار جاده رو زیر پا بذار، بغض تو از خودت بدون عشقاتو آسوده ببار. آدم دل شکسته، از که دلت شکسته، خودت نمیبینی ولی غم تو نگات نشسته. آدم دل شکسته، از که دلش شکسته، خودش نمیبینه ولی غم تو نگاش نشسته. آدم دل شکسته، از که دلش شکسته، خودش نمیبینه ولی غم تو نگاش نشسته. آدم خب برنامه رو میگیریم. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. امروز دوشنبه است. سکا خانم گوگوش عزیز با ما هستن. گوگوش جان درود بر شما، مجددا خوش آمدید. درود بر شما علیرضا جان عزیزم. خوشحالم که باز هم این فرصت برای من پیش اومد که در کنار شما و فرهاده عزیز باشم. ممنون، تشکر میکنم. بزنم به تخته. خیلی بهتر از اون بار که دوره کرونا بود اومدی به اینجا. بله بله 2021 تاریخ ها رو از حفظی 2 سال الانم با آقای رفعت صحبت میکردیم، تاریخ ها رو درست گفتی. 1180 ها. بله آفرین. نوروز 8. خب گوگوش عزیزم، خودت خواستی بیای، چی میخوای بگی؟ پیامت چیه؟ همش دیشب داره فکر میکنم گوگوش میخواد چی بگه، چه حرفی با مردم داره، چرا یه ناگهانی، چرا ما رو غافلگیر میخواد بکنه. در واقع میخوام راجع به این کنسرت تور آخرم یک اشاره داشته باشم، اینکه قرار هست تور خداحافظی باشه، ولی خداحافظی نه به اون معنا که دیگه اثری از من خواهد بود، ولی کمتر روی صحنه و به صورت کنسرت های بزرگ با جمعیت بزرگ. خب این خبر خوبیه. بنابراین اون شایعه‌ای که شما خود خداحافظی بکنید، اون شایعه رو رد میکنید. در واقع خداحافظی با اون فرمتی که تا حالا داشتم بسیار، یعنی محدود میکنی عملا دیگه تقریبا. ولی قرار نیست از صحنه غائب بشی. کارتو محدود میکنی، استراحتی بیشتری بخوری. آقای میبودی، من کارهای دیگه ای هم دارم که در شرف انجامه. مهمترینش کتابمه که حتما خانم سرشار راجبش میدونم که خیلی صحبت کردم. ما تلاش کردیم چیزایی از ایشون استخراج کنیم. خوشم میاد که اصلا دم به تله نمیده. خب میخوام واگذار کرده به شما، امروز شما هر چیزی دلتون میخواد بدید، اطلاعات بدید. البته کتاب همه چیش آماده است، فقط برای پخشش و اون کمپانی که قرار هست این کتاب رو
منتشر بکنه راجبش داریم صحبت میکنیم. آمریکاییه دیگه نیست؟ بله. چون چند بار خواستیم این اتفاق بیفته ولی به دلایلی که مناسب نبود پخش بشه، یا زمان کرونا بود یا جنبش مهسا امینی بود، این بود که فعلا متوقفش کردیم. بسیار خب. بنابراین اون شایعه‌ای که خیلی اسباب نگرانی ما شده بود، اون شایعه برطرف شد. گوگوشان هستش ولی فعالیتاشو محدود میکنه، حقم داره. با این همه تلاشی که در تمام این سالها کرده، بعد از البته 20 سال سکوت، 20 سال زندگی در محبس، که تو این 20 سال من ندیدم حزبی، گروهی بیانیه‌ای بده، اعتراضی بکنه اصلا. و جالبه که روزی هم که صدای اینا رو قطع کردن در رادیو، دوستان ما در رادیو بودن، یعنی گروه‌های سیاسی در رادیو بودن. یادتون باشه هنوز جمهوری اسلامی بر رادیو تلویزیون مسلط شده بود، ولی رادیو در میدان عقل در اختیار گروه‌های سیاسی بود. وقتی فرمان اومد از بالا که صدای زن قطع، اونا بدون لحظه‌ای تأمل صدا رو قطع کردن، هیچ کس اعتراض نکرد. این همه مارکسیست، لنینیست، کمونیست، آدم ترقی‌خواه، آدمی که به آینده ایران فکر میکرد، یک بیانیه 2 خطی بدن، اعتراض بکنن. صدای خواننده هایی مثل گوگوش رو قطع کردن، بعد هم که خودش رو 21 سال لحظهش به نظرم واقعا هر یک دقیقهش 1 ساله برای کسی که این مدت رو ناچار بوده که از هنر دور باشه، کاری انجام نده، رفت آمده زیر نظر بوده، رصد میکردن، هر کاری که میکرده. کسانی که بهش سلام علیکم میکردن همه زیر نظر بودن، کسانی که بهش تلفن میزدن تلفن رو حتما گوش میکردن. خلاص زندگی فجیع. باید در اونجا بی بودی تا متوجه بشید من دارم از چی سخن. یادش بخیر دوست نازنینمون آقای باقر پرهام 1-2 بار به منزل من اومد و موقع رفتن اذیتش کردن. به همین دلیل دیگه گفت من خونه تو نمیام. آخه چون خونه من تحت نظر بود. هر کسی که می اومد به منزل من براش مشکل ایجاد میشد. مطمئنم. برای همه ما متاسفیم از بابت اون سال، ولی باز خوشحالیم که باز گوگوش هست هنوز و کاری که داره انجام میده کارهای مثمر ثمری، ببینید در دوره جنبش مهسا. جنبش مهسا گوگوش خیلی لازم داشت. گوگوش هم حضور داشت، همه جا بود. آفرین. و ما هم به این جنبش نیاز داریم. این جنبش به وسیله مهسا اتفاق افتاد که زنان ما اون پیله رو بشکافن و بیان بیرون، پرواز کنن. و مطمئنم که دیگه این اتفاق نمیفته که زنان رو در محبس بذارن یا احساساتی میشم وقتی نه حق داری. خب گوگوش جان دوباره در آستانه جنبش، این چیزی نمونده دیگه، 20 چند روزیه همین. و میخواستم که توصیه اول کار جدیدی داری؟ کار موسیقیایی تازه؟ بله دارم ولی مربوط به این جنبش نیست. نمیدونم موقعیتش باید ایجاد بشه یا شایدم باید صبر کنم برای روز پدر. چون برای صابر آتشین دارم. عالی. شعرشو رهای عزیز برام نوشته از قول من به صابر، به پدر. شعرشو دارم. داری؟ دارم. میتونی بخونی؟ باید پیداش کنم. بخواه بگیم شاعرش بخونه؟ با ابرو میگه نه. چرا نمیخونی خودت؟ بیان پدر شماست. راست میگه. شما خطاب به پدر گوش میکنی. هنوز خونش تو رکهامه. پدر، آموزگار، بنیاد، همونی که وجودم رو روی صحنه نشونم داد، همونی که جوونیشو به خاک صحنه ها بخشید،
نمون تا آخر قصه، صدای گریه‌مو نشنید. یادش گرامی، یادش صابر گرامی. همه ما ازش سپاسگزاریم، واقعا هم وامدارشیم. بالاخره دختری مثل گوش رو بزرگ کردی، به صحنه فرستادی و گوش هم همه تا اینجا هرچی که داشته در توان برای ما آفریده، ازش ممنونیم و دستاوردش خیلی گرانبها بود. یاد صابر آتشین گرامی. گوش یادم هست انقلاب شده بود، هم انقلاب بود، انقلاب به معنای واقعی، یعنی باید از توی تظاهرات رد می شدید، مثلا می اومدید تا شمال شهر تهران، هر جا می رفتید رو دیوارا شعار نوشتن این ساواکیه، اون فلانه، اینو بگیرید اونو بکشید. صدای تیراندازی می اومد. با تورج نگهبان وارد منزل گوگوش شدیم. بکنید خانه گوگوش این سایه انقلاب سنگینی میکرد. یک دختر تنها، ما قلب تحمیدم بود، ولی تنهایی رو میدیدید در چهرهش، در صورتش، مونده بود به کجا آمده از آمریکا. هیچ وقت اون لحظه یادم نمیره. یک کتابم جا گذاشتی خونه. آره. کلی هم حاشیه نویسی داشت. من پهلو شما چه کارش کرد؟ نگرش داشتی؟ مون ایران. بله، تو کتاب خونم اونجا موند. مولوی بود یادتونه؟ نه، حافظ شاملو. حافظ درسته. کامل. چه شبایی بود فوق‌العاده بود. گوگوش هم که اصلا عشقی به یادگیری، اصلا فوق‌العاده است در این نقطه. خب اجازه میدی یک کاری پخش بکنیم؟ هر چه که دوست. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم. کاری از خانم گوگوش تا لحظات دیگر. شادت گوگوش. ای عشق تو ایمانم، از عشق تو بی جانم، ای مرهم دردانم. جانان تو نازت که تم گفت که دل نوازی، شهزی بر و شهنازی، با ما تو مکن بازی. جانان تو نازت که و نازت که تو به مگو دازت که، نازت که و نازت که. جانان تو نازت که و نازت که تو به مگو دازت که، نازت که و نازت که تا جان گدازت که. Yalla, yalla, yes, shot, get. ای سرور سلطانم، بین ناله پنهانم. ای سرور سلطانم، بین ناله پنهانم. ای دیده گریانم، ای دیده گریانم. از بس که تو نازت که تا جان گدازت که، از بس که تو نازت که تا جان گدازت که. نازت که و نازت که تو به مگو دازت که، نازت که و نازت که جانان تو نازت که. نازت که و نازت که تو به مگو دازت که، نازت که و نازت که تا جان گدازت که. ای سرور سلطانم،
بس که تو نازت که تا جان گدازت که نازت که با نازت که تو به می گدازت که نازت که با نازت که جانانه تو نازت که نازت که با نازت که تو به می گدازت که نازت که با نازت که تا جان گدازت که فوق‌العاده کار قشنگی. گوشم راجع به این ترانه توضیح بده. این ترانه از کارهای مرحوم ناصر عبداللهی، از خوانندگان خوب بعد از انقلاب که خواننده بندر عباسی بود، یعنی در بندر عباس متولد شد و زندگیش اونجا بود، ولی متاسفانه من تو موقعیتی نبودم که باهاش بتونم ارتباط برقرار کنم یا ترانه هاشو بشنوم. بعد از اینکه در واقع کشته شد من ترانه هاشو شروع کردم به شنیدن و خیلی تحت تاثیر نوع خوندنش و سبک صداش بودم. دیگه گذشت تا چند سال پیش بابک سعیدی این ترانه رو به من پیشنهاد کرد. وقتی شنیدم اول فکر میکردم محال بتونم مثل ناصر عبداللهی بخونم، ولی به هر حال سعی خودم کردم و این ترانه به وجود. خیلی اجرای فوق‌العاده، خیلی کار فوق‌العاده قشنگ. خب گوشم بریم بر سر کتابت. اما چند صفحه شدی؟ قطوره دیگه کتاب، قطوره. بله البته انگلیسیش که اصلیه الان نمیدونم چند صفحه است، ولی ترجمهش به فارسی که هما جان سرشار زحمتشو کشیده 338 صفحه فکر میکنم هست. از کجا شروع میشه؟ خدا از دست این میبود. از کجا شروع میکنه؟ از بازجویی شروع میشه. از بازجویی شروع میشه. خب خیلی خوبه، شروع خوبه. فکر کردم از کودکی شروع میشه ولی از بازجویی شروع میشه. از بازجویی شروع میشه، تمام دوران بچگی و به اصطلاح گذشت اون سالها فلش بک میده، همش برمیگردی فلش بک تو زندان. از زندان. و هم سلولی من که مرحوم مرجان بود، یادش بخیر شروع میشه دیگه. با اون شروع میشه. گوشم بازجوت محمد کچویی بود نیست؟ نه نبود محمد کچویی. نه، توی اوین به جز جلسه اول که اکثر هنرمندا بودن، از جمله فردین و بکی مانوردی و ایرج قادری و وفایی، پوری بنایی عزیزم، نوشافرین، ناصر ملک مطیع، حتی شجریان هم بود. نه شجریان با من نبود شما جلسه اول اون نبود، ولی فیروزه خواننده بود، خیلی ها بودن، دیانا بود. درسته. اصلا احضاریه‌اش رو تو روزنامه کیهان منتشر میشد هر روز که مراجعه کنید به زندان. بله من مال شما به خاطر هم هست که احضاریه. من 4 جلسه اوین بودم که صبح میرفتم، عصر برمیگشتم و دوباره میخواستن. دفعه دوم با مرحوم علی تابش بودم و مرحوم مازیار بودم و ژاله علو و عزیزم که عمرش به دنیا باشه همیشه. ژاله محتشم. ژاله محتشم. جلسه سوم با نسرین بودم، یادش گرامی. بله. و جلسه چهارم جالب بود. جلسه چهارم که میخواستم برم به من گفتن که هرچی نوار و کاست و صفحه داری بیار. من از ترسم که مبادا بریزن تو خونه و اینا رو جمع کنن خودم برداشتم بردم که متاسفم که چرا این کار یعنی همه رو بردی دادی؟ همه رو بردم دادم. دفعه دومی که اونجا بودم
بازجوی من و ما یه آقایی بود به نام علی تهرانی خب که چند ماه بعد کشتنش، شب تو خواب زده بودن. آها. جلسه 4 نوا رو بردم و گفتن اینو امضا کن، یه کاغذ تعهدنامه در واقع. خب هیچ جا فعالیتی نکنم، جای حضور نداشته باشم، نخونم، نباشم، حرف نزنم. خلاصه شب به هم زنگ زد همین آقای تهرانی، ترسیدم، گفتم باز منو میخوان. آخه جالب بود، گوشی رو برداشتم، آقای تهرانی گفتش که خانم آتشین این نوارایی که آوردی خانومم میپرسه ساحل و دریا این تو نیست. گفتم پس همه این همه آثار یادگار من واسه یه ساحل دریا. خب برای خانومش میخواد. این یکی از جالب بود، اتفاقات. خیلی جالب. خب یکی دیگه از فرازهای کتاب خاطرم هست که فکر میکنم 5 یا 6 سالم بود، آخ به کاخ مرمر دعوت شده بودیم که برنامه اجرا کنم. من بودم و یه احمد رسولی بود که سوار الاغ میشد، الاغ سواری میکرد، میخوند الاغ جون الاغ جون الاغ قد تو قربون، یواشتر یواشتر تو این دنبو به جنبو، الاغ جون الاغ جون الاغ جون الاغ جون. الاغ شبیه و تو دربار الاغ سوارش بود، اوه سوارش بود میچرخید، سگ شهناز هم دنبالش بالا زد شهناز در خب اون اون موقع شب که نیاوران نبود نه؟ مرمر کاخ مرمر مرمر. کاخ مرمر. خب اولی بار بود میرفتی؟ ملکه ثریا همسر پادشاه. شاه بود. اولی بار بود میرفتی؟ اولین بار بود 5 6 سال سن. آخه بعد من شیفته لباس ملکه ثریا شده بودم، یک لباس ژپوندار سفید خیلی زیبا و من محو لباس و قیافه این زن شده بودم و بعد از خوندنم دویدم رفتم نشستم پهلوش. آخه حالا شاه نشسته، ملکه نشسته، من بغل ثریا نشستم، پشتم هم کردم به شاه. با پیرن ثریا بازی میکرد. آخه این یکی از خاطرات خیلی خوبم بود که بابام از اون دور گفت دختر بیا این ور. خب این واکنش ثریا چی بود وقتی شما رو تو این سن و سال دید؟ اصلا داشت عاشق ازم شده میپرسید که آخه چند سالته، کلاس چندی، من مدرسه نمیرفتم. ولی کنجکاو شده بود. بله بله خیلی. وقتی برنامه اجرا کردید چی؟ قبل از اینو بعد از برنامه. بعد از برنامه بود؟ واسه همین خیلی به من محبت میکرد. جایزه چیزی به شما ندادن مثلا موقع یادت؟ یه گوشواره بالازد شهناز به من داد. هنوز داری گوشواره رو؟ خیر همون شب ناپدید شد. همون شب؟ من میدونم چه اتفاق براش. از بازار عبور میکنیم و برمیگردیم. دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق، ای به رویا سر سپرده با تو هم ای همه خوبی، راهی کدوم دیاری آخه با این اسب چوبی، با تو همی که تو فکرت با هر عشق و با هر اسمی ره سپاره فتح قلبه.
بمون همیشه نباشی من میمیرم گل بی گلدون نمیرم چه اشتباهی حرف تو با یه روز سرد پایین گلدون تو شکستی مثل عروس گلها تو گلخونه نشستی بهار میاد دوباره بازم تو رو میاد مثل گل زینتی تو گلخونه میکار چه اشتباهی میکنه حرف تو باور میکنه چه اشتباهی میکنه حرف تو باور اصلا بر صحنه به دنیا آمده. هر کسی بگه توی بیمارستان من قبول نمی‌کنم. حتما در صحنه بوده. خب گوگوشان ما رو ببر به لاله‌زار. ببینم بخش عمده‌ای بالاخره از خاطرات تو به لاله‌زار یه جوری ارتباط داره نیست؟ هست توی هست. کتاب بله اشاره خب. میشه. چی مثلا تو لاله‌زار چی خیلی خاطراتی داره؟ خاطرات خیلی کودکی من زمانی بود که تئاتر تفکری خب با آقای تفکری کار میکرد. پدرم همکاری میکرد و منم طبیعتا اونجا برنامه اجرا میکردم و ساعتهایی که بین سئانس ها چون ما چند سئانس برنامه میذاشتیم خب بین سانس ها صابر منو میذاشت توی یکی از این سینماها به آپاراچی میسپرد آخه من میشستم تو اتاق آپاراچی برای من فیلم رو روی دیوار میذاشت آینه میذاشت روی دیوار به صورت الان آیپد داریم آره اون مدل آیپد اون زمان میذاشت من فیلم ها رو همینجور می‌دیدی. پشت سر هم شزم تک و و تنها. هرکول آره، و می‌دیدی. همه اینا رو میدیدم و خاطره خوبی از آقای تفکری دارم که هر وقت روی صحنه میرفت من شیفته بودم که بشینم و بازیشو تماشا کنم. خیلی ها بودن، مرحوم ملک رنجبر بود، ایرج دوستدار بود، آقای محتشم بود، آقای محتشم بود، مهین دهیم بود، مهین دهیم درست. تا اونجایی که یادمه. من خلاصه هم دوره پرخیده و مهین دهیم و ژاله محتشم و اینا بودم، بعد اومدم شهلا و نادره و ایرن و با اینا هم دوره بودم، بعد اومدم با فرزان دلجو و فردین و بهروز بوسوقی و اینا هم دوره شدم. روی هم رفته اون که خاطره در ذهنت از لاله‌زار خاطره خوبه خوشه، یعنی دوست داری اون خاطراتتو برگردی. بالاخره خیلی بچه سنت خیلی پایین بوده. بچه بودم همون. البته تا سن 14 15 16 سالگی باز هنوز تو لاله‌زار برنامه اجرا می کردم. تئاتر پارس آخرین جایی بود که برنامه میذاشتم. مرتضی فرزانه میاد گزارش میده همیشه اون بود اونجا بود. آخه اون بعدم توی کابار مولن روش، چون اونم تو کوچه ملی بود دیگه. درسته و بنابراین خاطرات خوشی داری از لاله‌زار جمعاً؟ خوب بود. خاطره‌ای بود که برای من تجربه به بار آورد.
یعنی تجربه هامو، اجراهامو و بازی های هنرپیشه ها رو من اونجا یاد گرفتم. اونجا دانشگاه من بود. بنابراین بابا خیلی نقش مهمی داشته. صابر بله نیست؟ بله بله. آدم فکر میکنه اگه اون دورا رو نگذرونده نه بودی خودآگاه، یعنی بدون ناخودآگاه اینکه همون. به اصطلاح نالج و سواد این کار رو داشته باشه، تجربه این ماجرا رو داشته باشه، چون پدری بلد نبود نبود. ولی مربی بود، بلد بود به هم بگه چیکار کنم. رو صحنه دیکتاتور بود؟ نه نبود. نه، فقط مواقعی که تو کودکی آخه من وقتی میرفتم رو صحنه ببخشید جیش میکردم. آخه این بود که آخ. منو میرم از ترس تماشاچی؟ بله بله از ترس. بله. بعد منو بر می داشت دیگه، این چند باری که این اتفاق افتاد منو بر می داشت فوری می داشت پشت پرده، آخه بعد دوباره میاد. چه خاطراتی. ساله. آخه پس از تماشاچی میترسیدی اوایل؟ اصلا نمیدونستم یعنی باید چیکار بکنم. پدرم هم بغل دستم وای میستاد و یا ضرب میزد، تمپو میزد با من، یا به هم میگفتش که چیو بخون، تعظیم کن، رولانس کن. از این چیزا یادم میاد. سابقه شما به شکلی هم در دوره‌ای بودی که تئاتر در اوج بوده. اینا که اسپوردی همه سلاطین تئاتر ایران بودن دیگه، در آدم بزرگی بودن، امیر شیروان اغلب تحصیل کرده بودن، اغلب در خارج بودن، برخی توده‌یا بودن که دوره ها دیده بودن، آماده بودن، ولی کارشون درخشان بوده. بله. محزون هم بود اون موقع. بله من شیراز با محزون کار کردم. بله. یه تئاتر داشت در شیراز. بله بله. یه تئاتر بله. ساخت. اونم به خاطر هست ها. بله. یادم یک دفعه مهربویا در شیراز یک گاردن پارتی گذاشته بود، شما بودید اونجا. بله. برنامه اجرا خیلی سنت پایین بود، خیلی. پوران هم بود. فکر پوران با می‌کنم روشنزاده تازه ازدواج کرد. شما زیا هم بود. ولی شما زیا رو بودید. یادم نمیاد. شما بودید، به خاطرم هست. خب با گوگوش عزیز هستیم. خب حالا بریم بر سر یکی دیگه از فرازهای خاطرات شما. حضور ذهن میخواد شما آقای میبادی. حافظه اصلا فوق‌العاده است مال شما. آخه اینقدر زیاده. نه الان من به شکلی اسادت من هم باید دارم میکنم. کمک بگیرم از دوستان و آشنایان و عکس ها. شما عکس‌ها. نمیدونی عکس به من یاد میده که چه خبر بوده اون چه موقع. خبر بوده، یادآوری میکنه بهم. خب بریم بر سر همین دورانی که رفتید ایتالیا، یا اومدید رفتید جنوب فرانسه، یا وقتی اومدید با آلمان اومدید WDR. منم اونجا بودم اولین بار شما دیدم. الان داشتم تصویرها رو نگاه میکردم، یکی از اون تصویری از شما میده که این تصویر همیشه تو ذهن من بود. دختر موی سیاه خیلی زیبا، یک کلاه مشکی شاپو. آفرین سرتون بود. خیلی عجب. بله. این اولین باری بود که من شما رو دیدم. بعد ویدیر از شما یه فیلم درست کرد، یه فیلم کوتاه، فکر کنم 10 دقیقه بود. از آمدن شما دعوت شدید دویچه وله. شما مهمان دویچه وله بودید، از تون یه فیلم تهیه کردن. حسین فرجی بود؟ نه هنوز حسین فرجی نیومده. نه. بعد محمودم بود. بعد اون فیلم رو تهیه کردن، به من زنگ زدن، رفتم اونجا، گفتن ما می‌خوایم فیلم رو فارسی کنیم. فیلم شما آلمانی بود، فارسی آلمان. من ندیدم هیچ وقت این فیلم. نه. تلویزیون ایران این فیلم رو میخواست که من فارسیش کردم، یه پول گندم به ما دادن بابت دوبلش. این بدهی هم من به شما دارید. این هم خاطرات من از شما. خب حالا بریم بسر دوره تینیجریتون. بعد میگم بریم و برگردیم. موافقی؟ بریم. گوگوشا از کجا باید درست چی؟ از بازار آگهی ها.
ما دوتا ماهی بودیم توی دریای کبود، خالی از اشکای شور، از غم بود و نبود. ما دوتا ماهی بودیم توی دریای کبود. آسمان ما یکی خونمون یه قلبستان. خوابمون مثل صدف پر مروارید نور، پر شدیم قصه ما توی دریای نور. خوابمون مثل صدف پر مروارید نور، پر شدیم قصه ما توی دریای نور. همیشه تک میزدیم به حبابای درشت تا که مرغ ماهیخوار اومد و جفتم و کشت. دلش آتیش بگیره، دل اون خونه خراب، دیگه نوبت منه، سایش افتاده رو آب. بعد ما نوبت جفتای دیگه است، روز مرگ زشت دلهای دیگه است. سایش نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد از این توی قصه ها باشم. نمیخوام تنها باشم، ماهی دریا باشم. دوست دارم که بعد توی قصه ها باشم. خب برنامه رو پی میگیریم همیانه. من دیگه حرف نمیزنم. گوگوش نازنین هستیم، گوگوش عزیز. داریم راجع به کتاب گوش، خاطرات گوش. احتمالا ممکنه برخی از این خاطراتی که اینجا میگه تو کتاب نباشه ها، چون اینقدر خاطراتش متنوع و زیاده که نیست. من فکر میکنم سریال باید خب این ترانه که الان پخش کردی شهریارم بود، شهریار قنبری میشه و بابک افشار. و بابک افشار. بابک هم الان در ساندیگو هم میارم، شهریارم که اینجاست و یه چند هفته هم با ما بود تو برنامه، فوق‌العاده بود. خاطراتمون هم خیلی شنیدنید. از اینجا شنیدم که راها میگه وقتی بررسی میکنه
کارهای شما رو که به نظر من تمام قسمت ها و فصل های مختلف کارهای هنری شما از موقعی که بچه بودی تو فیلم میخوند تا هر کدامش به نظرم استثنائیه و شنیدنی است و بازتاب دهنده یه دوره خاصی از هم مملکت ماست، هم رویه و حالات خود شما و بعد نحوه دریافت مردم، درک مردم از موسیقی و گوش مردم. اینا مهم. راها میگه از این دوره شما خیلی متحول شدید. دقیقاً، برای اینکه تا قبل از اون ترانه هایی که ساخته میشد بیشتر حال و هوا و جنس ترانه های قدیمی تر و سنتی تر رو داشت. توی استودیوی تنین که خانه ترانه های پاپ بود و شروع شد از اونجا، من و شهیار و بابک افشار و بابک، نه اون بابک نبود اونجا، اشتباه کردم، ولی پرویز مقصدی، پرویز وکیلی بود، خیلی عطابکی. خب همه ما جمع شدیم اونجا. تورج نگهبان، تورج بود، یادش گرامی. عمو اسفندم بود. معینی نبود کرمانشاهی؟ نه، معینی تو هیته رادیو بود. اوکی. خب وقتی که این ترانه رو شهیار نوشته بود و قرار بود اجرا بشه، گفته بودن این ترانه به درد برنامه کودک بود. ماهیگیری اینا توش بود. بله. ولی هم شهیار هم من ایستادگی کردیم و من موافقت کردم که این ترانه رو اجرا کنم. یک رنسانسی بود این ترانه و فکر میکنم اون زمان هم شاملو راجبش یه مطلب نوشت، هم ابتهاج راجبش نوشت. همینطور ابراهیم گلستان خیلی تعریف کرده بود از این مجموعه، این کار. از اونجا شروع شد دیگه، یک بدعتی بود در ترانه پاپ. آفرین، یه بدعتی دار. خب با خانم گوگوش عزیز هستیم، اجازه یک کار دیگری از گوگوش رو با هم بشنویم. خاطرات شنیدنی، کاراش همه درخشانند. شما این پرسشی هم دارید میتونید از طریق فیسبوک با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که در آینده حتما لحاظ میکنیم. ولی خبر خوب اینه که گوگوش قرار نیست خداحافظی کنه. گوش قراره فعالیتاشو محدود بکنه و حقشه. در حیطه های دیگه هم بله، همینطوره. برمیگردیم. چی به پای تو بریزم لایق پای تو باشه، چی بخونم که بتونه جای حرفای تو باشه، پیش کشم برای تو یه سبد محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته. اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی، تو برای غم گساری سنت منو شکستی. من که سفره دلم پیش تو بازه، دیگه عشق تو همیشه چاره سازه. دوست دارم فدات کنم هرچی که دارم، اما قلبت از محبت بی نیازه. اگه کار من تمومه تو شروع دیگه هستی، تو برای غم گساری سنت منو شکستی.
من پر از مضمون عشقم، واژه‌های تازه تازه، بیبی عشقم برای اون که میخواد دل ببازه. پیشکشم برای تو یه سبب محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته. گوگوش عزیز همیانانم با ماست در استودیو. فروده عزیز برای ما هدایت میکنه. راهای عزیز، راهای اعتمادی با ماست. ترانه سراب، هنرمند نازنین. دکتر برام لاکویی عزیز با ماست در استودیو. خیلی خوش آمدید. دکتر لاکویی نیست متاسفانه، لاکویی گرفتار بودن. پسرشون گذاشته اینجا. آره پسر نازنین فرستادن با عنوان نماینده پدر. خانم سعیدی عزیز با ماست. جای بابک سعیدی هم خالی است. میانانم گوگوش میگه تو راه و بابک رو دارم، خیالم راحته. و واقعا هم این همیشه آرزوی هر هنرمندی است که خب چهره‌های شاخصی دست کم تو اون رشته‌ای داره کار میکنه در کنارش باشن و حرفاشو گوش بکنن، تبادل نظر بکنن و بتونن در جا اثری رو خلق بکنن. معمولا اغلب همه در به طور مجرد کارهایی رو میسازن و عرضه میکنن. حالا ممکن نقص‌هایی داشته باشه ولی هیچ وقت اون نقص‌ها پوشش داده نمیشه. خب و این نفس به نفس خیلی مهمه. سه عنصر اصلی کارو کامل بکنه. کامل همینطوره. همین. گوشان بالاخره میرسی به تینیجری دیگه. دختری به نام گوش خوشگلم هست. بعد موهاشو کوتاه میکنه، دخترها میرن موهاشون رو کوتاه میکنن. این همه پسر توی این مملکته هم عاشق گوگوشن. میخوام ببینم که دوره روابط از چه قرار بود، خود شما چه برداشت، چه پیام هایی میگرفتی از نظر از پسر بچه ها مثلا تو اون سن و سال که بودی؟ من ارتباط نداشتم، ارتباط نزدیک با کسی نداشتم. نداشتی؟ چون محدود بودم به خاطر نوع زندگیم و احاطه‌ای که پدرم و زن پدرم روم داشتن. هیچ جا نمیتونستم. یعنی مواظب بودن. بله. بیرون اینا نمیتونستی بیری؟ قرار نمیتونستی؟ هیچ جا. عجب. هیچ جا. به همین دلیل وقتی اولین کسی که به من پیشنهاد کرد، من بلافاصله زنش شدم. هم ازدواج کردم. خب نظر اونا چی بود؟ خانواده مخالف یعنی بودن. مخالف بودن؟ بله. ولی شما قیام کردی؟ بله. اشتباه کردم. واکنش اونا چی بود؟ قبول کردم. قبول کردن. بله. پس به همین لحاظ بود. من اصلا فکر نمی کردم که شما اینقدر محدود باشی. بله. اینقدر محدود. در واقع شما رو حبس کرده بودن. بودم دیگه. حبس بودی. یه دوره خانواده آدم حبس کنه، یه دوره تو حکومت آدم حبس میکنه. این دومی فکر نمیکنم به اندازه اولی دردناک باشه. اینجا دیگه خودم انتخاب کرده بودم، ولی قدیم انتخاب من نبود. چرا چشمات برو اشک شد الان؟ به چی فکر کرد؟ به اون دوره. به اون دوره. دوست داری تجدید شه؟ شما بودی تجدید میکرد. ولی هرچه بود تجربه بود، منو ساخت که به اینجا رسیدم و هیچ گله‌ای از هیچ کس ندارم به جز جمهوری اسلامی. همینطور. هیچ دلم نمیخواد این سیستم و این حکومت بر سر مردم مملکتم باشه. سایه‌شون خیلی تلخ و سنگینه برای یک مردم ایران. من زیاد بلد نیستم حرف بزنم. اختیار داری. چون آخه عادت شما هم هر روز پشت این میکروفون ماشاءالله دکتر هولاکویی اصلا بند نمیاره. خب در اثر صحبت زیاد، حرف زدن زیاد را می افتادم. من
من ندارم، من به پته پته میافتم میخوام با شما حرف بزنم. خب از فردا دیگه شما پس حتما باید هر روز اینجا باشید سر ساعت راتون نه میندازید. ولی سعی میکنم هر از گاهی بیام اینجا از شما یاد بگیرم. خب گوگوشم میگفتی. یکی دو تا مورد هست که میخوام بهش اشاره بکنم تا یادم نرفته. ماشاءالله حواسم که نداریم. یه بار روی صحنه گفتم من رفتم پیش آقای دکتر هولاکویی، گفتم مدتی فراموشی گرفتم. دکتر پرسید چند وقته؟ گفتم چی چند وقت؟ الانم ماجرا همون شده. عرضم به خدمتتون که یکی این که پدر من صابر، همونطور که توی این ترانه گفته شده، روی صحنه تو استانبول در حال اجرای نمایش مست و گارسون سکته کرد و وقتی از صندلی افتاد مردم فکر میکردن که هنوز داره اکت میکنه آخه. و از اون افتادن ریسه رفتن، از مرگش خندیدن و من چقدر وقتی یه مدت گذشت بهش فکر میکردم، گفتم این آدم چقدر خوششانس بود که درست روی صحنه و در حال خندوندن مردم رفت. یعنی در اون حالی رفت که خودش خیلی دوست داشت و 7 سال بود ازش دور شده بود و غصه میخورد. به همین دلیل پاشد رفت استانبول و رفت روی صحنه و روی صحنه تموم کرد. این یکی گفتم بگم که یکی از فرازهایی که توی کتاب هست. یکی دیگه هم شما بگین تا من یادم بیاد. نه این خیلی اون موقع شما کجا بودید؟ من تهران بودید. بله تهران بودم خبره که شما. برادرم عادل و خانواده‌اش اونجا بودن که برادرم فهمید، چون وقتی صابر افتاد عادل میگفت زبونش افتاده بود بیرون و مردم قش ریسه و عادل داد میزد که بابام یه چیزی شه، که یکم که گذشت رفتن. یه چیزی من از خاطره شنیدم از شهبارو، نمیدونم حتی تو یک فیلمی دیدم که ایشون داشت میگفتش که من وارد فروشگاه شدم مثل گویا واشنگتن، چند تا ایرانی اومدن جلو من سلام علیکم و چاق سلامتی کردن، بعد فروشنده اونجا تعجب که هر کی رد میشه به من گفت که تو گوگوشی. فروشنده آمریکایی پرسید که چیه که مردم میان از باهات عکس میگیرن امضا میگیرن، آدم کجایی هستی؟ گفته من ایرانیم، برای بعضیام شناخته شدم. گفت چی کاره ای؟ کجایی هستی؟ گفت گوگوش. یکی از خاطراتشونه. مثلا خب کشورهایی هستن مثل تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان شما خیلی دوست دارن. افغانستان که حالا طالبانه، هیچ علاقه نداری بری؟ چرا خیلی علاقه دارم. این همه به علاقه مندن و منم خیلی علاقه دارم، به خصوص تاجیکستان که سالها پیش وقتی من ایران بودم یکی از خبرنگارای تاجیک که خیلی هم محبت داشت به من، پیگیر بود، وقتی میاد ایران برای هزاره فردوسی درست سراغ منو میگیره و منوچهر نوذری به من زنگ زد، گفت این آقا میخواد ببینتت. گفتم من اجازه ندارم، من تصویرم، صدام، همه چی قدغنه. گفت باش فقط بیاد اینطور ببینه. آخه گفتم باش. وقتی اومد من لام تا کام حتی سلام علیک نمیتونستم با این بکنم. آخه. چون میترسیدم ضبط بشه. عکس گرفت و چند تا هدیه‌ام برام سوغاتی از تاجیکستان آورده بود و میگفت اونجا همه واقعا همه شجریان دیگه رفتم رئیس جمهور تاجیکستان، اولین سوالی که میکنه میگه احوال گوگوشجان چطوره؟
احوال رفسنجانی رو این پرسه احوال میگفتن که منو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنن. آره. گوگوشان خیلی ممنون. میرایی برمیگرد. گوگوشان با ماست. همیانانم برنامه رو پی میگیریم. دقایق آخر برنامه است. خب گوگوشان میگفتید متاسفم که آخر برنامه است. آخر نه فردا میتونید بیاید دیگه در بازه هر وقت دلتون خواست. نه فردا یا جای منه یا جای هما سر شد. نه ولی دلم میخواست که می بودم و با حضور هما جان و شما برنامه رو اداره میکردیم، ولی دلم میخواد که اشاره‌ای داشته باشم به سال روز مرگ ژینا مهسا امینی که این جنبش رو باعث شد و تبدیل به انقلاب کرده و برعکس اونایی که معتقدن خاموش شد، خوابید این صداها و این فریادها. من معتقدم که نه تنها خاموش نشده بلکه تازه شروع شده و باید در سال روز مرگ مهسا بیشتر حضور داشته باشیم، چه در داخل چه در خارج. تازه در داخل که خب همه ما میدونیم که محدودیت ها از چه قراره، اونا زیر تیغن، ولی برماست که این بار واقعا به توان 10 وارده. یعنی هر کس هر کاری از دستش بر بیاد باید انجام بده، به شکلی جبران بشه محدودیت های موجود در ایران. خیلی پیام فوق العاده بود. ممنون از خیلی ممنون از شما حضورت. کمک کردین من بتونم یکم حرف بزنم. حالا ممکنه دفعه دیگه شما بیاید برنامه رو هدایت بکنید. میشه؟ با کمال میل اگر فرصتی دست بده. آره بخواد. آره شما مجری برنامه باشید، ما مهمان شما. ببین کار سخت رو دوش من نذار علی جان. مرسی. ولی میام در خدمتون هستم. تشکر میکنم. اگرم بخواین میتونم آگهیارم برم. ولی همین که ممنون که با ما از توی بازار آگه، از زیر بازار چه رد میشید. ممنونم. تشکر میکنم از فرموده عزیز. فرموده جان تشکر، سپاس. از لاله‌زار صحبت شد. منم تشکر میکنم. جای مرتضی فرزانه خیلی خالی بود، ممنونیم ازش همه. خانم سعیدی تشکر میکنم از حضورت. همینطور راهای عزیز، راهای اعتمادی هم که با ما بود و دفعه دیگه راها رو باید بشینیم با هم صحبت بکنیم. راها همش فیلم برداری میکرده همیانانم، یعنی سر پا بوده. و بالاخره دکتر هولاکویی عزیز، پرهام هولاکویی هم که امروز
در استودیو بود، اونم فیلم برداری میکرد. تشکر کنم از فرهوده نازنین که اینقدر محبت دارن و زحمت میکشن. خیلی خیلی زیاد. فرهوده است دیگه. بله. فرهوده است. خیلی ممنونیم ازش، سپاسگزارم. خب یه کاری از گوگوش عزیز برنامه، چه کاری دوست داریم؟ عجب جایی. عجب جایی. به عجب جایی تا دیداری دیگر. کار حسن شماعی زاده. آفرین، یادش گرامی. حسن جان سلام. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم، تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رویامو تا آخر ببینم. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم، تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم. تا از پیشت میرم دلتنگ میشم، مرورت میکنن حرم نفس ها، به هیچکی جز تو احساسی ندارم، به جز تو از خدا چیزی نمیخوام. تا وقتی که تو رو دارم کنارم، چه فرقی میکنه کی هست و کی نیست؟ بگو داریم تو بیداری میبینی که بین دستامون هیچ مانعی نیست. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم، تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رویامو تا آخر ببینم. عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم، تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم. پر از خوشحالیه بیوقفه میشم تا دستام توی دستای تو میره. شاید این لحظه باور کردنی نیست که از خوشحالی من گریم میگیره. ببین تو پر شدم از ناامیدی، غمو از تو دلم بیرون کشیدی، دارم دنیا رو زیباتر میبینم. عجب جایی به داد من رسیدی، عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم، تا من اونقدر بخوام زنده بمونم، باهات رویامو تا آخر